9مین همایش ملی مدیریت پروژه های ساخت. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. در این مصاحبه در خدمت جناب آقای دکتر امیرحسین هروی هستیم، استاد و معاون دانشگاه کوینزلند جنوبی استرالیا. از آقای دکتر خواهش میکنم خودشون رو به تفصیل معرفی بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. امیرحسین هروی هستم، استاد گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه جنوبی کوینزلند استرالیا و معاون دانشکده سروینگ اند بیلت انوایرمنت در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال خواهش می‌کنم در مورد مسیر شغلی حرفه مدیریت پروژه و ساخت در کشور استرالیا توضیحات مختصری بفرمایید. عرضم به خدمتتون که مسیر شغلی در اونجا توی گرایش مدیریت پروژه و ساخت از حالا در حقیقت میشه گفت کارورزی شروع میشه. کسایی که در حالا حین تحصیل هستن توی رشته مدیریت پروژه و ساخت یا مدیریت ساخت یا مدیریت پروژه، حالا به انگلیسی میگن کادت، پراجکت کادت یا همون کارورز به زبان فارسی، شروع به کار میتونن بکنن و بعداً ارتقا پیدا میکنه به حالا عنوانهای شغلی دیگری مثل مسئول بخش قراردادها، مدیریت قراردادها و پیمان، مسئول کیفیت، مترور و حالا کسی که کار استیمیشن رو انجام میده و بعد همینطور میتونن حالا توی جایگاه مختلف مشغول بشن. بعداً میتونن در سایت پروژه به عنوان جونیور پراجکت منیجر یا بعداً پراجکت منیجر و بعد سینیر پراجکت منیجر و در بالاترین حد هم به عنوان پراجکت کوردینیتور یا پراجکت دایرکتور میتونن وارد کار بشن. خب البته کسایی که معمولا به اون سطح میرسن با سالها تجربه است دیگه، مثلا معمولا بالای 15 سال 20 سال تجربه لازم دارن تا به عنوان دایرکتور پروژه یا شرکت مشغول به کار بشن. به صورت کلی هم ما دو نوع کار داریم در اونجا. یک کارهای آفیس بیسه که میتونه فرد در حالا شرکت یا در اداره مستقره و یک سری کارهای سایت بیس. اگر به عنوان سایت یعنی در سایت بخواد مشغول به کار بشن هم فرصت‌های شغلی از سایت انجینیر هست، حالا آرکیتکت هست، سایت انجینیر هست، سایت منیجر هست، سایت سوپروایزر هست تا در حقیقت پراجکت منیجری که در داخل سایت کار میکنه. در حقیقت هر دو تا کاتگوری که عرض کردم خدمتتون هم در آفیس تعریف شده این عناوین شغلی و هم در سایت یا همون کارگاه پروژه. درست، متشکرم. به عنوان سوال بعد، در کشور ما اخیراً بحث مدارک بین‌المللی نظیر PMP و پرینس 2 خیلی داغ هست. واسه خدمتتون بپرسم که تاثیر داشتن این مدارک برای کسایی که دنبال شغل در استرالیا هستن به چه شکلی هست؟ حتما تاثیر داره، تاثیر مثبت هم داره، اما به این صورت نیست که بگیم حالا اگر کسی لزوما این مدارک رو داره قطعاً وارد بازار کار خواهد شد. پیش زمینه های دیگه هم لازمه، مثلا داشتن مدرک تحصیلی، سابقه کاری مرتبط. اما برای کسی که در یک سطح و لول قرار میگیرن برای یک شغل مشخص، طبیعتاً داشتن مدرک های مثل PMP یا پرینس 2، حالا استرالیا هم یک ارگانی داره به اسم Australian Institute of Project Management یا AIPM که اون هم مدرک صادر میکنه. در حقیقت زیر مجموعه همون PMI استرالیاست، PMI آمریکاست به نحوی که داشتن این مدرک ها بله قطعاً کمک خواهد کرد برای پیدا کردن کار. در خصوص بازی درآمدی افراد شاغل تو این حرفه هم در کشور استرالیا ممنون میشم توضیحاتی بدید. ببینید بازی خیلی وسیعی داره. معمولاً کسایی که به عنوان کارورز شروع به کار میکنن تقریباً از حدود سالی 55 تا 60 هزار دلار استرالیا شروع به کار میکنن و هرچه سطحشون و لولشون یا عنوان شغلشون میره بالاتر، خب طبیعتاً حقوقشون هم افزایش پیدا میکنه و خب حالا ما داریم پراجکت دایرکتورهایی یا پراجکت کوردینیتورهایی که در پروژه های بزرگ مثل پروژه های اینفراستراکچر یا زیرساختی تا 350 400 هزار دلار هم میگیرن. اما من اگر بخوام یه اوریج یا متوسطی به شما بدم، بازه حقوقی کسایی که توی این فیلد مدیریت ساخت کار میکنن به صورت متوسط بین 120 هزار دلار تا 200 هزار دلار استرالیا در سال هست.
در خصوص زمینه‌های کاری هم دکتر ممنون میشن توضیح بدید که چه زمینه‌های کاری برای بحث علمی مدیریت پروژه و ساخت اونجا وجود داره؟ ببینید ما یه رفرنسی داریم به اسم Project Management Body of Knowledge یا همون PMBOK. در اون رفرنس 10 تا حوزه تعریف شده، مثل مدیریت زمان، مدیریت ریسک، مدیریت ارتباطات، مدیریت هزینه و غیره. هر کدوم از اون حوزه ها یک عنوان شغلیه در اونجا. یعنی به عنوان مثال ما مدیر کیفی داریم، ما پلنر یا همون کسی که مسئول توی کشور خودمون هم برنامه‌ریزی یا کنترل پروژه داریم، مدیر هزینه یا استیمیتور داریم، مدیر ارتباطات داریم و هر کدوم از اینها یک عنوان شغلی، البته نه در همه پروژه ها. در پروژه های کوچکتر طبیعتاً تعداد عناوین شغلی کمتره، ولی در پروژه های خیلی بزرگتر هر کدوم از اینها میتونه یک عنوان شغلی باشه. و خب جدیداً هم، یعنی در 15 سال گذشته هم با توجه به ورود بیشتر تکنولوژی به بحث مدیریت ساخت، چون ما یک مقداری تو بحث عمران و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه عقب‌تر بودیم در به استفاده از و به کارگیری از تکنولوژی. عنوان‌های جدیدی هم تعریف شده، مثل کسایی که حالا تو بحث آرتفیشال اینتلیجنس کار میکنن، تو دیجیتال کانستراکشن کار میکنن، تو بیلدینگ انفورمیشن مدلینگ کار میکنن یا بیم کار میکنن. ما الان مثلا متخصص بیم داریم توی پروژه ها، یا متخصص AI اپلیکیشن داریم توی پروژه ها، که خب اینها هم عناوین شغلیه که جدیداً تعریف شده و زمینه‌هایی که وجود داره اونجا. متشکرم. با توجه به اینکه شما توی دانشگاه هم بحث تدریس رو دارید، یه مقداری در مورد فیلدهای تحقیقاتی هم لطفاً توضیح بدید که چه فیلدهایی بیشتر الان روی بورس هست توی دانشگاه استرالیا. خیلی مشابه همین کارهای عناوین شغلیه آقای دکتر، یعنی ما توی همه اون زمینه‌های دانش مدیریت پروژه فیلدهای تحقیقاتی هم داریم. یعنی تو هر کدوم از این زمینه‌ها پروژه‌های مشخصی میتونه تعریف بشه. خب البته وقتی بحث تحقیقات دانشگاهی مطرح میشه، یه موضوع خیلی مشخص، حالا توی کانتکست خیلی مشخص مطرح میشه، اما دوباره با توجه به ورود تکنولوژی به گرایش مدیریت پروژه و ساخت، خیلی به قول معروف فیلدهای تحقیقاتی که در حالا چند سال اخیر مطرح شده رفته به سمت تکنولوژی. یعنی بحث‌های اینترنت آف تینگز، بحث‌های بلاک چین که حالا سال‌هاست تو بحث کامپیوتر ساینس وجود داشته، وارد پروژه مدیریت ساخت شده. بحث اسمارت کانترکت، بحث اینداستری 4 and 5 اومده، همین بیم که خب به هر حال سالها ازش میگذره، آرتفیشال اینتلیجنس اومده ورود کرده به تمام حوزه‌های مدیریت پروژه و ساخت. یعنی حتی شما اگر بحث تحقیقاتی تو زمینه‌های سنتی یا ترادیشنال مدیریت پروژه و ساخت هم داشته باشید، AI اومده ترکیب شده باهاش. یعنی به عنوان مثال من میخوام روی بحث بهبود کیفیت کار کنم، حالا تو پروژه ساختمانی بلند مرتبه، فیلدهای جدید میاد AI رو دخیل میکنه تو اینها که حالا به هر حال بحث هوش مصنوعی چطور میتونه اپتیمایز بکنه، بهبود بده، حالا بحث کیفیت رو به عنوان مثال توی این پروژه و تلفیق اینها به هر حال توی همه این زمینه‌ها فیلدهای مختلفی تعریف شده و داره کار هم میشه. آقای دکتر، برای افرادی که حالا ممکنه قصد مهاجرت به این کشور رو داشته باشن، داشتن مدارک تحصیلی از ایران مثل دکترا یا کارشناسی ارشد چقدر تاثیرگذاره و اون بحث یاد گرفتن یا بحث تخصصی به صورت یک حرفه رو یاد داشتن چقدر تاثیرگذاره برای اینکه بتونن اونجا مشغول به کار بشن؟ ببینید مهاجرت اصولاً از دو دیدگاه بررسی میشه. یکی کسایی که میخوان بیان تحصیل بکنن در استرالیا یا هر کشور دیگه‌ای، یا کسایی که میخوان بیان از ابتدا کار بکنن. برای تحصیل مدارک ایران قابل قبوله، یعنی اگر کسی اینجا لیسانس گرفته باشه میتونه مدارکش رو ترجمه بکنه و برای فوق لیسانس بیاد. اگر فوق لیسانس داشته باشه میتونه برای دکترا بیاد و مورد قبول کشور استرالیا هست. برای کار هم تقریبا مثل کشور خودمونه، یعنی شما با لیسانس میتونید وارد بازار کار بشید و خیلی راحت‌تر هم میتونید وارد بازار کار بشید. عموماً برای ورود به بازار کار شما در استرالیا نیاز به فوق لیسانس و دکترا که اصلاً نیاز به فوق لیسانس هم ندارید. با فوق دیپلم و لیسانس میتونید وارد بازار کار بشید و کسایی که تو کشور خودمون حالا فوق دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس دارن توی این زمینه خیلی راحت میتونن، به شرط حالا در حقیقت داشتن بقیه شرایط مثل سابقه کار، مثل نمره زبان، میتونن اونجا وارد بازار کار بشن. یعنی مدرک ایران اونجا کاملا بعد از اسس شدن توسط اون سازمان مورد نظر کاملا مورد تایید. در
مورد سطوح کاری شما در سال اول یه مقداری توضیح دادید، اینم خواهش میکنم یه مقداری به تفصیل بیشتر که سطوح کاری در واقع فیلد مدیریت پروژه و ساخت به چه شکلی هست و اون حالا مدارجی که طرف طی میکنه از زمان ورود به حرفه تا اینکه به بالاترین سطح برسه. ببینید خیلی مهمه که شما به چه صورت وارد این حرفه میشید. در استرالیا لزوماً داشتن مدرک تحصیلی تضمینی برای ورود شما به رشته نیست و نداشتنش هم یک مانعی برای ورود شما نیست. به این معنی که شما میتونید بعد از اینکه دیپلم گرفتید، حالا مثل مؤسسات فنی حرفه‌ای که ما خودمون در اینجا داریم، اونجا هم داریم، یه مدرک 6 ماهه یا 1 ساله از یه مؤسسه فنی حرفه‌ای میگیرید، به عنوان مثال به عنوان استیمیتور یا مترور وارد یه پروژه میشید و بعداً طی میکنید اون مدارج رو، به حالا سطوح بالاتر میرسید. اما کسایی که میخوان در سطح‌های مدیریتی کار بکنن یا ارتقاء شغلی پیدا کنن، عموماً نیاز به مدرک دانشگاهی دارن. خیلی وقتا حتی شرکت‌ها اسپانسر میشن اون کارمندهای خودشون رو. مثلا فرموده کسی مدیریت ساخت خونده در مقطع لیسانس، خب میخواد وارد یه پست مهم مدیریتی بشه یا به هر حال نیاز داره با شرکت‌های دولتی به عنوان مثال مراوده بیشتری داشته باشه، اسپانسر میشن، میاد دانشگاه فوق لیسانس میخونه و بعداً ارتقاء شغلی هم پیدا میکنه. مسیر شغلی همونیه که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، ولی اینکه چطور وارد بشیم هم از طریق ورک اکسپریانس و گرفتن حالا یه سری گواهی نامه هایی میتونه وارد بشه و هم از طریق گرفتن مدرک دانشگاهی. آیا مهارت‌های خاص و متمایز کننده‌ای هم در کشور استرالیا مد نظر هست، مثلا نرم افزارهای خاصی که افراد اگه اونها رو در واقع یاد داشته باشن براشون بتونه یه شرایط ویژه‌تری رو فراهم بکنه؟ ببینید استرالیا کشور مهارته، یعنی بهشت کساییه که یک مهارت خاصی تو کل حوزه عمران و کانستراکشن به صورت کلی دارن. حالا مدیریت پروژه و ساخت یه قسمتی از ماست. به عنوان مثال، یعنی شما اگر در ایران یه مهارتی مثل جوشکاری داشته باشید یا یه مهارتی مثلا گچبری داشته باشید به عنوان مثال، میتونید از این طریق ویزا بگیرید و بیاد استرالیا و اونجا کار بکنید. اما یه ذره که حالا وارد بحث حالا مدیریت ساخت بخوایم بشیم، بله داشتن مهارت‌های مثل آشنایی با نرم افزارهای مختلف خیلی مهمه، چون الان دیگه کسی دستی کاری رو انجام نمیده. شما وقتی میخواین وارد یه سیستمی بشین، جدا از اون دانش اولیه‌ای که باید داشته باشین که تو مصاحبه این رو از شما میخوان، به عنوان مثال به شما میگن که آقا ما یه ساختمونی ساختیم، این فلور یا این در حقیقت زمینی که ساختیم مثلا 10 سانتی متر به عنوان مثال شیب داره، چی کار باید بکنیم که این رو بتونیم برطرف کنیم قبل از اینکه ساکنین واردش بشن؟ جدا از اینکه شما باید بتونید از نظر فنی به این سوال یا سوالات مشابه جواب بدید، خیلی مهمه که شما دانش یا اپریشنال نالج هم داشته باشید، یعنی بتونید پای سیستم بشینید، حالا یه چیزی رو با نرم افزارهای مختلفی که وجود داره توی گرایش ما مدیریت پروژه و ساخت، نرم افزارهای مختلفی وجود داره مثل MS پراجکت که در ایران خیلی کار شده، پریماورا، عرض به خدمتتون که حالا جدیداً نرم افزارهای مختلفی مثل کاست اکس که حالا کار متر و برآورد انجام میده، بیم 360، رویت، نویس ورک و خیلی نرم افزارهای دیگه به شما کمک میکنه که به قول معروف میگن hands on experience داشته باشید، یعنی یک کسی باشید که از ابتدا که وارد بازار کار وارد اون شغل میشید بتونید به اون کمپانی در زمینه که میخواد کمک بکنید. و یعنی جواب سوال شما بله است. آره قطعا اینها کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه شما در زمینه شرکت‌های تخصصی مدیریت ساخت یا همون CM هم تجربیاتی دارید، ممنون میشم اگه یک مقداری در مورد این شرکت‌ها توضیح بدید، وظایفشون، جایگاهشون به چه شکل هست و چه فیلدهایی رو در واقع کار میکنن در کشور استرالیا. ببینید شرکت‌های کانستراکشن منیجمنت تقریبا عملکردشون تقریبا مشابه اون چیزی هست که ما در ایران داریم. یعنی کلاً یک پروژه ساخت، پروژه کانستراکشن یعنی پروژه ساخت، حالا میتونه پل باشه، سد باشه یا یه بیلدینگ باشه، با 3 تا عضو یا کی استیک هولدر اصلی در حقیقت سر و کار داره. یکی کانسالتنت پروژه است یا مشاوره که ما هم در اینجا داریم، بحث طراحی و حالا بعضا ممکنه مدیریت پروژه رو انجام بده. پیمانکار پروژه رو داریم که عموما شرکت‌های خیلی بزرگی هستند، خودشون پیمانکارهای جزء دارن، خودشون یک دفتر PMO دارن
برای انجام پروژه، مخصوصا در پروژه بزرگتر. و شرکت کانستراکشن منیجمنت رو داریم که از طرف کارفرما معرفی میشه که در حقیقت رابطی است بین طراحی، برنامه‌ریزی و طراحی و ساخت. یعنی در حقیقت نظارت میکنه بر کل پروسه، بر پراجکت لایف سایکل نظارت میکنه، از صفر پروژه، از زمانی که تو فاز فیزیبیلیتی یا پلنینگ برنامه‌ریزی تا زمانی که پروژه به دیتیل دیزاین میرسه و به مرحله ساخت میرسه. شرکت هایی رو داریم به عنوان CM که توی کل این پروسه از طرف کارفرما بر پروژه نظارت میکنه. سوال بعدم این هستش که آیا زمینه‌های خاصی از فیلد مدیریت پروژه وجود داره که بیشتر توسط در واقع دولت استرالیا یا بخش خصوصیشون مورد توجه باشه؟ اگر هست کدوم زمینه‌ها هست؟ خیلی زمینه‌های جدید مدیریت پروژه ساخت، مثل همون بحث‌های دیجیتال، کلاً دیجیتالایز کردن هر حرفه‌ای در مدیریت ساخت رو شما اگر بتونید معرفی بکنین، این مورد تاییدشونه. بحث پایداری جزء بحثاییه که خیلی زیاد مورد استقبال دولت ها هست. بحث‌های گرین بیلدینگ، لین کانستراکشن و اجرای اونها خیلی مورد تاییدشونه. بحث‌های ریسک منیجمنت، چون استرالیا کشور پر ریسکی از نظر سیل و آتش سوزی، یعنی و اینها بودجه های خیلی عظیم چند بیلیون دلاری براش در نظر گرفته شده که شما بتونید سیستمی رو طراحی بکنید که ریسک مثلا به عنوان مثال سیل رو حالا کاهش بده، یا بعد از اینکه اون اتفاق افتاد یا اون حادثه طبیعی اتفاق افتاد چجوری بتونه اون افرادی رو که در اون حالا حادثه گرفتار شدن مثلا سریعتر نجات بده. پس حالا بحث پایداری رو داریم، لین رو داریم، گرین رو داریم، دیجیتال رو داریم و بحث ریسک منیجمنت توی حالا حوادث طبیعی. اینا جزء حالا چند تا مثالیه که اونجا الان خیلی مورد تقاضاست. به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه شما توی زمینه در واقع انجینیرینگ منیجمنت یا همون مدیریت مهندسی بخوایم ترجمه کنیم هم تدریس می‌کنید و ما این رشته رو هنوز توی کشور نداریم، ممنون میشم یه مقدارم در مورد این رشته توضیح بدید برای بینندگان. ببینید، انجینیرینگ منیجمنت در حقیقت یک رشته بین رشته‌ای بین منیجمنت و انجینیرینگ، تقریبا مثل کانستراکشن منیجمنت که یه بحث بین رشته‌ای مثل بین سیویل انجینیرینگ و بیزنس یا منیجمنت هست. انجینیرینگ منیجمنت هم همینه، منتها میاد بحث‌های پراجکت منیجمنت رو در پروژه‌های انجینیرینگ بررسی میکنه. مثلا در پروژه خط تولید یه مثلا فرض بفرمایید یه محصولی، یا در بحث‌های مثلا مانیفکتچرینگ، مثلا تولیدات مثلا ماشین، نمیدونم ماشینالات مختلفه. شباهت هایی داره به کانستراکشن منیجمنت، یعنی یه اورلپ هایی داریم، یعنی اصول مدیریت پروژه رو هم کسایی که انجینیرینگ منیجمنت میخونن یاد میگیرن، مثل کوالیتی، ریسک، کاست، تایم، اینها همه رو یاد میگیرن، اما در زمینه انجینیرینگ میرن در حقیقت ایمپلمنتش میکنن، اجراش میکنن. مثال هایی که بهشون داده میشه، کیس استادی هایی که بهشون داده میشه توی اون رشته، کیس استادی های مرتبط با بحث‌های و پروژه های انجینیرینگ هست. ولی رشته بسیار بروزیه، رشته که خیلی زیاد استفاده میشه و استقبال میشه و مخاطب زیادی داره و در حقیقت متقاضی خیلی زیادی هم داره از نظر کاری. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. اون تجربه و علمتون رو در اختیار بینندگانمون قرار دادید. از شما متشکرم که در این مصاحبه با ما همراه